محض ان همین آهنگ بود که کمالالدین خدایمرگنف غالب آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من گردد. کمالالدین خدایمرگنف نورسیکی در ژانر عنعنوی در نامیناسیون نوازندگی سزاوار شاه جایزه 50,000 سومانی و امضای پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان گردید. ما همین دوتاره من بود که من با همین اسباب جای اول را اشغال کردم. خیلی اکتبر سر شده، در ماه نوامبر به جنبش شد و در آنجا اعضای حکمان از دوشنبه بودند. کمالالدین خدایمرگنف 14 ساله خواننده مکتب تحصیلات میانه عمومی جماعت یاوه می باشد. موصوف در مکتب صنعت نیز نازکی های صنعتی نوازندگی را می آموزد. از بس که در عائله صنعتکار به دنیا آمده است، مهر صنعت در دلش نشسته است. موصوف فرزند سراینده ژانر عنعنوی و استراد تاجیک سیراج‌الدین خدایمرگنف می باشد. من از خردسالیم، از سنین 10 سالگیم به این اسباب دوتار شوق آمد و پدرم وقتی که به من تکلیفی به این اسباب را گفتن، من راضی شده و نوازش این اسباب موسیقی دوتار رفتم. ما با همراهی اهل عالمون ما درک نمودیم که کمالالدین از وقتی در گهواره بودنش به صنعت مایل داشت. چونکه وقتی که کمالالدین گریه میکرد ما از تلفن موبیلی یک موسیقی نای را میماندیم، کمالالدین خاموش میشد. از همون وقت فهمیدیم که کمالالدین به صنعت مایلش بلند است و بعضا به کلیپ های خود نیز ما کمالالدین را شامل نمودم. کمالالدین خدایمرگنف به یک چند آزمون‌های کشور و بیرون از آن اشتراک نموده سزاوار جایهای فخری گشته است. در آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیزی من، دانک، درخشان، بسترغای، دروش بیونیخ تالانتوف و یک چند آزمون‌های دیگر اشتراک کرده است. استادان کمالالدین در جاده صنعت مشرف سلطانوف، عایشه خان مرادووا، ردخ پولاتووا، سلطان علی خدایبردیف، احرار باتوروف و دیگران بوده نازکی‌های نوازندگی را آموزانیدند. 3 سال پیش بینم که قابلیتشان جدا نظم ریتم سلوک فهمید گفته چیز هستم در این موسیقنده سانی سنجش کردم نظم دستش با دوتار داده من است سیکه 3 سال باز من نوازادم همه آزمون فستیوال من دانک بین المللی کنکورس آزمون ها اشتراک کرده غالب شده آمده استیم. فرصتی شد که من کمالالدین رو به نزد استاد مشرف سلطانوف برده با دستی آنکا سپردم که همین به فرزند من کسبی دوتار نوازی را آموزند التماس کردم و شکرانه میکنم که همین روزها من میوه همین روزها رو ما چشیده ایستادیم. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من ماه نوامبر سال روان جنبش گردید. اشتراکچیان آزمون سن و سال گوناگون داشتند. مهارت نوازندگی و استعداد خداداد کمالالدین را اعضای حکمان خوب درک نمودند. سراج‌الدین جورایف اثرشان گرفته تیار کرده. من دویم سال بعد کمالالدین خدایمرگنف غالب شدم. یکم جای اشغال کردم. آیندهش نقص زور موسیقیچی زور نوازنده گویم که بسته‌کارم میشه چون که این کسب قابلیتشان جدا نقص. کمالالدین خدایمرگنف به جز نوازندگی ورزشگر نیز می باشد و در آزمون‌های ورزشی نیز اشتراک نموده در تاجیکستان و بیرون از آن سزاوار سپاسنامه و مدال گردیده است. در خانه همراهی پدری هنرمندش مشق دوتار نوازی می کند. دل جوانش پر از آرزوهاست و در جوش و خروش است. کمالالدین خدایمرگنف همیشه پرچمبرداری وطنی خود بودن را سرمشق کاری خود قرار داده است. گزارش سومن حامد و مفتون شکور و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.